حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضیا آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امر خداوند مینامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلام کرده است. در چنین روز در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم، محبوبه عظیمووا سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجبووا ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خواهشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحبا. تشکر زیاد. عموما وقتای آخر کلمه صدر، کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تا 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشان باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه به لباس بیگانه رو آوردن. لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کس نگفتیم که باید که سری لوج گردن یا سرلوج باشن یا اینکه ما آنها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشان لوج کنن. باید که به عنوان ما خودشان با فرهنگ باشن و خودشان با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن آن رو به ترازوی عقلشان مانده برکشن. از کدام خاطر؟ از آن خاطره که همین رومال تاجیکی، رومال مادر تاجیک هم این سرپوشانی سر است. یعنی میتوانند چی به پیشاناشان محکم کرده میبندن، چی از طریق گلویشان محکم کرده میبندن، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن. زیرا که ما زن مادر تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنن. وقتی که با زنها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت‌های سری راهی با آنها میفهمونیم، آنها در برخی از آنها درست میفهمند، برخی از آنها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که آن رو نادرست میفهمند. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادر تاجیک خود را به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه‌اش چخیل میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادر تاجیک به بر داشت، همان رومالی است که مادر تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزنند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندن، زیرا که این افتخار زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادر تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و آن را به نسل‌های آینده، به فرزندانش، برای دخترایش، برای نبیره‌هایش به میراث میگذارد. تشکر معلمه جان. حاضر عین این حرفایی که شما زدید میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه با این مسئله چی میگویید؟ مرحبا. البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من ضد لباس ملی نیستم، اما چیزی که من باور میکنم با من رهاتر است. یعنی که چخیل فهمونم اداب نیست بگیم. بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب و روسری شما خیلی بحثایی به میان آورد. در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟ نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارن زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنن پوشن، یعنی که مانعگی نکنن. اونقدر خواهش دارم. نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوبه عظیمووا، اگر شما اینطور پوشه چی؟ چخیلی که گفتم اگر که در یعنی منظورم رومال تاجیکی هست. شما متوجه شدید البته؟ بله. اگر که همه لباس ملی پوشن، چخیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ما میپوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنن. درست است. تشکر. حالا یک سوال دیگر. گفته می شود تاجیکستان دولتی دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوبه بانو شما چی میگوید در رابطه با این سوال؟ تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص میتواند لباسی آزاد پوشد، لکن در دایره
عرف و عادت آن مدنیت و فرهنگ خود او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگه که زنای مانند که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و درباره نقش زن بسیار چاره اندیشی میکند و ما یک دستورالعمل توصیوی لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم و در اگر بندی در باب 10-11 آن نگریم، اگر در آنجا ما منع کردگی هستیم که لباس های حریری که عضو بدن میتابد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاهی است که خب خاصی ما نیست یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست. حالا عین همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟ این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارند. مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورالعمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست می آید. برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد. طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوبه بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟ با فکر من با این فکر من راضی شده نمیتوانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن. ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن. طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارند لباس طبی میپوشند. از طبق دستورالعمل وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن. البته این همچون توصیوی است و توصیه داده شده است که هم خیلی پوشند. ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم آمده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند به جوابگیری مأموری کشیده میشوند. این یعنی چی؟ در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کسی نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشند، ولی در قانون در حقیقت در قسم یک ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و زبان و لباس ملی داشته باشند و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصانی واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشود. تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتن چی است؟ معلمه گفتن که تا حال یگان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگری نکشیدن. چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود. تا همین روز من آن روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود ما رو دستگیری نکردم. فعلا همین قدر گفتنیه. چه خیلی حقوقای شما پایمال شد؟ می شود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چه خیلی؟ بله، من از بیمارخانه برآمده بودم. چه خیلی که در رسانه‌ای هست، رسانه ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم میبرایم، ما را بگیم که کمیته کار با زنها ناحیه سینا رانا عبداللهیوا بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبوران به ناحیه سینای 2 بردن. عدل بگیم ناحیه سینای 2. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن.
نه اون که با داشنامو بگیم که با تحقیرایی که با سر من کردن من سلامتیم از دست رفت بگیم از روی این تحقیرایی که با من کرده بودن. بله نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم. اگر شما قانون را رعایت میکردید یا رعایت کنید آیا به درد سر میافتید؟ قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت میکنم. حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه‌های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عمل لباس‌های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را عکس لباس‌های ملی را حالا نشان میدیم. از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنن لباس ملی نیست؟ شما چی میگویید؟ تشکر زیاد. چخیل که در صحبتم من گفتم البته لباس رومال هم لباس ملی است. من گفتم که لباس رومال مادری تاجیک چیکار کرده است؟ او هم سرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید چخیل که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل توصیه شده است شما نشان دادید یگان جایی وای چی ندارد از روی که در توصیه آماده کرده شده است. در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون توصیه در همون باب‌های توصیه نامه همون لباس توصیوی برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعداً با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفر هم وقتی که صحبت کردن از ولنسه بر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمیکردن و گفتگی همون قبول میکردن یا با یک معمولی و میگفتن که خیلی من رومال ما تاجیکانه میبندم از وای برآمده، شاید بین اونها همون بحث نمیبود و بعدا نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانا عبدالله و این کارمند کمیته کاربازنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و سرساختار کمیته کاربازنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربازنان و عائله ناحیه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا است. درست. از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنن. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سر راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن عنعنه های خوب نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوانی هستند که بانوان باخیرت هستند، با یک صحبت میفهمند و صمیمانه آرامانه جواب میدن. برخی از آنها هستند که مثلا خوب میگوین و میگن که امکانیتی حاضر همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی خیلی که هست میبرن. ولی متاسفانه برخی از آنان هستن که بسیار شفاهی بسیار اعتراض بیان میکنن تا حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون نه از لحاظ مذهبی نه از یگان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنن یا شتایی میکنن، شاید همین بحث های جنجالی رو به میان بیارن. از این خاطر من باز یک بار دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهند لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنهای عنعنه‌های ملی خودمان نگاه کنن، به لباس‌های ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهند، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا وجودی پای آن کس محکم و رومال تشکر. بله حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید درست است. تشکر نیلوفر. اون طوری که محبوبه عظیمووا گفتن، یعنی که در لباس‌های ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری. شما با جای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟ ولی امکان دارد. یگان کس امونه نمیشه و خیلی که ببینید البته دارد. معلمه عزیز یک دقیقه البته دارد، اما چخیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که رانا یک دقیقه معلمه عزیز یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، ناحیه سینا دو بردن، با همه از طرف خودشان بگیم نوازی که در سری من بگیم که روی مالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن روی مال ها را
و نوبت به من رسید رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چه خیلی که آنها میگوین من پوشیده برایم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جا نبودید، نمیدونید که چی گذشت، چی واقعا گذشت برای بالای سری من. بعدا گفتنیم به سوال شما که برای من چه لباس ملی دینی یا اروپایی و هر نفر خود انتخاب میکند، برای من روسری که میپوشم خودم رو راحت حس میکنم. وقتی به کوچه با روسری میبرایم به من مردم کمتر توجه میکنن و از گپ پرتایی های خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کامفورت است. نیلوفر، مگر این عیب خودی مردان نیست یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید، من بعد میخواهید که این رومال را به سر گیرید؟ البته این رومال ملی چرا نه؟ اگر که همه مثال ببر کنن من نیز میکنم. بله، حالا بیاید به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طور نرمتر گرده میگوییم معرکه‌های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم و شما چی میگویید؟ خواهش میکنم. تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی‌کردیم کسی چیزی که می‌خواست نسبت همون شهر یا دولت کار خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسا است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودشون نمی‌کردن و می‌خواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستند و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیر هم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود. حالا بیاید به همین سوال به همین مضمون برگردیم. یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشند؟ ولی وقتی که ببینید وقتی که به نام سطر برآمد ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست. نامی باید سطر نماندن، خلطه ماندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشون جاری کردن، هم مبلغی مایه بردن، هم مایه تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم شاهدان هستم که با همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر با همین سوالی که من با معلمه دادم شما نظرتون چی است؟ روسری از حکومت تاجیکستان من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هر گونه لباس زن مانع ایجاد نکنند و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش آن رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد. یعنی شما میخواهید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی به بر میکنند، یعنی شما راضی هستید که این لباسا هم اجازه داده شود همینطور؟ خیلی که در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، به همین خاطر خیلی که مثال لباس های من به من پسند است، نه به ایرانی ها مانند است نه به بگیم عربستان. به من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است. اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟ یگان مشکلی ندارد. از فصل سرما فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها ما رومالی ملی به سر میکنیم. سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپ آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان رو بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیم و سردار شعبه تشکیلی کمیته کاربازان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده ضد هم را بیان می‌دارند. حالا با هم بنگریم به رهگذران در کوچه‌های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما رو ادامه می‌دهیم. مرحبا. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم.
برای آخرتم آباد چیدن. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقصد و بچه‌ش به نگاه هم نمیکنه. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون و یک از محکمه در او کردان میشن. ایش هم آری آداب نیست. موچه میدرگ بنده شوکی میلی پوشن. برای چی که مولیمون نیست؟ من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقهای دیگر جوبه تعصب در کار نیم همین وی تاجیکی ملی خود ما کنه من به همون روز است. هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی و ی خودش کتی همون کارای کنه آزادانه کنه چون و تاجیکستانی ما دموکراتی. تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و به هر دوی شما تشکر میکنم و به یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیم و از شما شروع میکنیم. مرحمت. تشکر زیاد. باز یک بار دیگر میگم که و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه. من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان، عرف و عادت، عنعنه‌های ملی. و امروز که اگر زن مادری تاجیک رو به لباسی بیگانه آورد، یعنی به لباس پوشی به فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهید، من ضد هستم که وقتی که میگن که من آخرت خودم آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشان سر است. روی مال تاجیکی رو تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید. شما امروز میتوانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید. تشکر. اکنون با نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟ نظر من همین است که اگر در چخل میگویند دموکراتی هست، باید که به هر انسان حقوقی چخلی که میخواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعی نکنند کدام شهروندی که چه لباسی که میخواهند باور کنند. تشکر به محبوبه عظیمووا و نیلوفر رجبووا که در برنامه ما شرکت کردید. با احترام به نظریه همدیگر بحث درباره حجاب و سر و لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما. سلامت باشید.